میگویند که زبان دانی جهان دانی و واقعا هم در زمان معاصر همین عباره همین مثل خیلی یک مسئله لازمه شده است. محض با واسطه زباندانی انسان ها می توانند که جهان دیگری را برای خود باز کنند. محض با واسطه دانستن زبان های خارجی با علم های دیگر با معلومات های دیگر روبرو شوند و واقعا هم امروز برای سیقل دادن دانش مردم تاجیک در تاجیکستان مرکزهای زیادی زبان آموزی فعالیت میکند و تا کجا همین مرکزها به استانداردها جوابگو است و تا کجا نتیجه های خوب میدهد. دوستان عزیز، ما امروز تصمیم گرفتیم که درباره یکی از همین گونه مرکزها به شما معلومات دهیم. میگویند که زبان انگلیسی زبان دومی مردم سیاره زمین است. از همین لحاظ این زبان در تمام دنیا آموزانیده می شود. در تاجیکستان نیز با جز ساعت‌های درسی که در مکتب‌های عالی و میانه جدا شدند، همچنین مرکزهای زیادی فعالیت می‌کنند. اینجا قاعده‌های مخصوص دارد برای دانش آموزان. وقتی که همجا می‌داره اما انگلیسی گپ بزنه، تاجیکی، روسی گپ زدن ممکن نیست. ممکن نیست. یعنی هر نفری که اینجا میاد باید حتما زبان انگلیسی کنه. اون نفرانی که مثلا زبان انگلیسی رو نمیدونن اون چیکار کنه؟ یکم بار با بخشیده میشود، لیکن این برای چی کرده میشود؟ برای اینکه محیط سازیم که آدم خودش را در خارج حس کنه. برای یاد گرفتن آدم فایده داره. همچنین در اینجا خواندن و نوشتن حتمی نیست. میگویند که زبان رو در نتیجه گفتگو دانشجو زودتر از خود خواهد کرد. به همین خاطر صحبت و بازی‌های جالب در این مرکز برگزار می‌گردند. کتاب برای راهنما استفاده می‌کنیم، برای توپیک‌هایی که موضوعی که ما استفاده می‌بریم. اما ما داریم مواد بسیار داریم. کتاب‌ها داریم برای بازی‌ها، چخل یگان گراماتیکا، یگان کلمه‌های راهی بازی خطی می‌گذرونند. این راهی بازی‌ها هم برای مایده‌ها هم برای کلانسال‌ها خیلی شوق‌آور است. هم وقتشون خوش می‌گذرند، هم یگان چیزا از خود خواهم نخواهم و یا از خود می‌کنند. طریق بازی توجهشون بیشتر می‌شود، مانده نمی‌شوند. شوقشون زیاد می شود، برای که بسیاری در سامان بی‌کسر می شود. ساعت 4 ساعت 6 دانشجوها می بیان مانده. ما وایورا ایامون جای کار باشد ای خانه باشد فکرانی وای میکنیم فارغ میکنیم درس با طریق بازی. بسیاری بازی ها بسیاری وای در سامان بازی خطی میگذارن، هم شوق‌آور هم میتونن یگان چیز یاد گیرن. در روند درس دادن بیشتر ما از متدهای اینتراکتیوی استفاده میبریم. این هم باشد متدهای گروه بندی، متدهای صحبت، متدهای بازی که برای هوسمند گرداندن شوقمند گرداندن دانشجویان بسیار یاردم میرسانند. مخصوصا متدهای بازی که آنها برای پرثمر تشکیل دادن درس‌ها، بازی هایی که برای خاطره دانشجویان را سیقل دادن، یعنی بیشتر به کلمه ها یاد کردن و هم این بازی ها به ما یاردم میدهند که دانشجو ملاحظه کار باشد، یعنی وی خودش یک شکل فکر کردن در وی پیدا می شود. مخصوصا اونها برای صحبت بازی هستند که اونها صحبت میکنن. ما گروه رو به گروه ها تقسیم میکنیم و اونها صحبت ها میکنن اویدی موضوعی درس. برای مختنی زبان پیش از همه چی لازم است؟ آدمی که میبید برای خوندن زبان انگلیسی آدم باید اول هوس داشته باشد. با هوس خودش باید مرکز یا یکان دانشگاه رفتگی باشد. بعد باید طاقت داشته باشد برای که در 1 ماه 2 ماه 3 ماه یگان دانشجو زبان انگلیسی و زبان خارجی رو از خود کردن نمیتوند. این چیزی آسان هم نیست و چیزی خیلی هم نیست، اما این وقت در کاره. یکم چیز همین هوس و طاقت. معلم باید معلمی میفهمیدگی باشد،
دانشش باید دانش صحیح باید داشته باشد. برای هر یک دانشگاه دانشجو باید روی الهیده، هر یک معلم باید پداگوگ باشد. هر یک معلم باید دل و نیت دانشجوی فهمد. هستند دانشجویی که میدونند، میفهمند، لیکن گپ زدن نمیتونند، برای که ایسا میکشند. باید برای همین خیست دانشجویان ما روی حساسیت یابیم. چقدر ویا را میتوانیم برای گپ زدن ویا یاردم کنیم. از روی متدیکایی که ما بسیار با زبان اونهایی که زبان میآموزند توصیه میدن، این در اول شنیدن، یعنی شنوایی رو آنها باید بسیارتر سایقل دهند. یعنی وقتی که آنها در 2 یا 3 ماه اول فقط با روی شنیدن، یعنی زبان رو قبول کردن در آنها پیدا می شود. بعد آنها وقتی که این زبان رو احساس میکنن یا درک میکنن، بعد این پیدا می شود خواهش آموختن یعنی این زبان. در اول پیش از همه با آنها یعنی شنوایی رو سایقل دادن. شما ویدیو رولیکو میکنید، تماشای فیلم میکنید؟ البته در این یعنی تکنولوژی موثر، البته تماشا کردن ویدیو رولیکو، تماشا کردن انیماسیون ها از و ویدیو فیلم ها ما توصیه میدیم در این حالت. یعنی هم در ما گفتیم تکنولوژی موثر خیلی برای آموختن زبان آموزی یوری کلان میرسانه و آنها البته حاضر شبکه‌های اینترنتی هم این چیز رو از شبکه‌های اینترنتی دسترس کردن ممکن است. آنها میتوانند یعنی پیش از همه استفاده برند از این تکنولوژی موثر. کتاب ها است که در شکل آدیو ثبت شدند، یعنی آنها رو شما میتوانید گوش کردن برای نو آموزان، آنها که نو زبان رو آموخته ایستادند. هست انیماسیون بچگانه بسیار یاردم میدهند. در این راستا آموزگاران خارجی نیز به این روند جلب کرده شدند. آنها با حضور خود به آموزگاران ما کمک میکنند. برای چی خارجی دعوت میکنیم تا که آنها معلمای ما را متدولوژی خودشناختی کمتر آشنا کنند. با اون مقصد دعوت میکنم که استودنتای ما از زبان رو از صاحب زبان شنود و هم فرهنگ یاد میگیرند. ҳоло акнун аз натиҷаҳо мегӯем. оё шакли таҳсили онҳо барои зудтар аз худ кардани забони англисӣ кӯмак мерасонад? умуман як донишҷӯ баъд аз чанд муддат ба зинаҳои аввалини гуфтугӯ қадам мезанад? студентҳое доштем ки аз нол сар мекунанд, ягон замина надоранд ва ҳозир баъди мумкин 4-5 моҳ аллакай гап задани суҳбат карда метавонад, фаҳмида метавонад хориҷӣ дар бораи чӣ гап мезанад. Больше информации, большой круг информации стал доступнее, скажем так, потому что очень много интересных книг можно найти именно на английском языке, то есть не переведено. А на YouTube очень много интересной информации можно найти, которой нету на русском языке. биёед аз хориҷиҳо мегӯем. эмбел акгил шаҳрванди амрико аст. ӯ дар тоҷикистон номи худро анора гузоштааст. қиссаи забономӯзии ӯ хеле ҷолиб аст. قریب 4 سال پیش آمدم ماه نوامبر. من پیشتر در امریکا معلم اسپورت بودم، لیکن امکانیت آمد که من میتونم دیگه از دولت برفتن و اینجا آمدم. اینجا دو سال تاجیکی خوندم در پید اینستیتوت. پدرم در بسیار جا کار کرد، برای همین با من کلان شدم در روسیه، اسرائیل اینجا و هر حالت دیگه خوب بود. من در روسیه 12 سال زندگی میکردم، لیکن زبان یاد نگرفتم. من کلمه میدونم تمام، لیکن اونجا من رفیقی روسی نداشتم. من فقط امریکایی شناختم، برای همین خواهش نداشتم زبان یاد گیرم. لیکن در اسرائیل بودم و من خوشرو یاد گرفتم زبان، لیکن هم در درس یاد گرفتم، لیکن با مقصد بود. من در کوچه رفتم و بازی کردم کتی رفیقی من، رفیق کلمه درست رفیقان. برای همین من خوشرو یاد گرفتم، به اکسنت یاد گرفتم در آن وقت.
و وقتی که من اینجا آمدم من 2 سال اول تزتر یاد گرفتم. من همه رنگ اسرائیل من با مقصد بودم. من بسیار رفیقان داشتم و تز یاد گرفتم به فکرم نمیدونم و من با مقصدی گپ زدن کتی آدمان یاد گرفتم. من کلمه‌ای که در کار نیست یاد نگرفتم. من فقط چیزی در کاری برای روز در اول بازار رفتن چی در کار گویم ارزان کنید همین خیلی یاد گرفتم. لیکن بعد چند وقت من دیگر چیز یاد گرفتم، چه دعا کنم، چه گپ زدن در راه روزی من، چی شد، چی خوبی گندایی روزی من. لیکن با مقصد و با رنگی زندگی گپ زدن در کار و به ترجمه که فرهنگ تاجیکستان این تماما دیگه امریکا. اگر من فقط ترجمه میکنم این کلمات چی بود در انگلیسی این نمیشه. من از روی خالت فقط میفهمم فهمیدم که آنها گفتن چی گفتن. برندن بروکس باشد 10 ماه است که در تاجیکستان زندگی میکند و در این مدت کوتاه تا اندازه زبان تاجیکی را از خود کرده است. آهسته یاد گرفتم. اینجا آسان‌تر زبان تاجیکی یاد گرفتم برای آنکه اگر من در امریکا بودم همه کس در آنجا فقط در زبان انگلیسی کتی گپ میزند. لیکن اینجا همه کس در تاجیکی گپ میزند. برای همین سبب اینجا آسان‌تر. من بسیار کس میشناسم که او زبان انگلیسی یاد میگیرند. کتی او چک میکنم. او کتی انگلیسی کتی زبان انگلیسی گپ میزنند میخواند. من تاجیکی گپ زدن میخواند. ما همه خیلی پرکتیکال میکنم. با فکرم در همه تاجیکستان کوهستان ماکو بسیارتر. کم وقت در کوهستان یا طرف عینی یا طرف خروگ رفتم دیدم تماشا کردم. اینجا من کتی بچه ها گپ میزنم در زبان انگلیسی. چیکه من در امریکا گپ میزنم در زبان انگلیسی. اینجا کار نمیکنن لیکن کتی بسیار کس اینجا گپ میزنن. ممکن یکون فرازه یا یکون چیزی اینترنشنال برای انگلیسی امریکایی من میفهمم. امبل اکگیل در این مرکز به آموزگاران کمک میکند. هرچند میگوید که آنها از من خوبتر گراماتیکا را میفهمند، اما برای دانشجویان این مرکز صحبت با صاحب زبان جالبتر است. خودم معلم انگلیسی نیستم. ما معلم خیلی زور داریم. آنها بهتر ایمان میتونن درس دهند. من که آنها انگلیسی ساختگی است میدونن. من نمیدونم این. من گپ زدن میتونم خالیش. رنگی شما میتونید تاجیکی گپ زدن لیکن ممکن همه گراماتیک همه چی نمیدونید. من میبینم لیکن برای لکچگی یاد دهند. اینجا نمیدونن لکچگی امریکا چه فهمون یگان. در تاجیکی میگوین مهمان اتای خدا. ما همین گپ در انگلیسی داریم یا لیکن معلم ها نمیتونن این دانستن از سبب که اونجا نبودن. برای همین مقصدی مرکزی ما که هم درسی زور انگلیسی و هم چیزی فرهنگی یاد میگیرن، اکسنت یاد میگیرن ای خارجی کی. من علاقه 2 سال اینجا بودم و درس دسته بودم و من دیدم کسی که در اول سر کردن و حاضر آنها میتونن صحبت کردن که من در انگلیسی و این 2 سال آنها سخت کار کردن با طاقت کار کردن لیکن گپ زدن میتونن. آنها در امریکا نیستن. آسان تر البته اگر در دولت زندگی میکنن که همه کس گپ میزنن در آلمان زبان لیکن آنها با مقصد اینجا میبیاین و گپ میزنن نه فقط میشینن و با کتاب. مقصدی درسی ما بازی کردن،
ما نه فقط کتاب میخونیم مینویسیم، مقصد ما که میتونن انگلیسی گپ زنه استفاده بودن همین خیلی. میگویند که انسان‌ها در نتیجه تجربه به کارهای بزرگ دست می‌یابند. در واقع تجربه کاری این مرکز خیلی جالب بود. باور داریم که با تربیت نسل جوان سهمی ارزنده برای آینده آنها می‌گذارند.